شب بارانی بود و ندا تنها در خانه نشسته بود. صدای تیک تاک ساعت و ضربه های باران روی شیشه سکوت را وحشتناک‌تر می کرد. ناگهان صدای زنگ درآمد، اما وقتی در را باز کرد کسی نبود، فقط یک یادداشت کوچک روی زمین. میدانم تنها هستی. چراغ‌ها روشن بود. سایه‌ای روی دیوار تکان خورد، نه انسانی نه کاملا چیزی قابل تعریف. قلب ندا به تندی می‌تپید. گوشیش لرزید. یک عکس فرستاده شده بود. قاب عکس خانواده‌اش، زاویه‌ای از پشت، سایه‌ای در پشت سرش معلوم بود. صدای نفس‌های سنگین از گوشه خانه آمد. ندا رفت تا پنجره را ببندد، اما دستی سرد و یخزده روی شانش حس کرد. آنگشتانی نامری. برگشت. هیچ کس نبود، فقط یادداشتی روی میز. خیلی زود خاموش می‌شوی. قدم‌های آرام اما دقیق از راهرو آمد. نور لامپ خاموش شد و در تاریکی صدای خشدار گفت: آروم باش، فریاد ندا قبل از اینکه کسی برسد خاموش شد. صبح خانه کاملا خالی بود. تنها قطره‌های خون روی کفروش براق گواهی بود بر پایان وحشتناک شب.